پس شاخه دوم، فرع دوم، هر یک نام از نامهای الله سبحانه و تعالی هم به ذات الله اشاره میکند، هم به صفاتی که در آن نام داخل است و هم به اثری که از آن نام بیرون می آید. پس این نام و ایمان بنده به آن نامهای الله تنها وقت کامل می شود که همه آنها را اثبات نماید. العظیم، بزرگ، باور داشته باشه که نام است که از نامهای الله سبحانه و تعالی که این عظیم الله بزرگ است، یکی از نامهای الله است، به ذات او، به بزرگی ذات او اشاره میکند، به بزرگی ذات او، عظمت او اشاره میکند. صفت است که در آن بزرگی و عظمت است. الرحمن نامی از نامهای الله است، به نهایت رحمدل. پس ایمان بر این نامهای الله وقت کامل می شود که باور داشته باشی که این نام از نامهای الله سبحانه و تعالی به ذات او اشاره میکند، بر صفات او اشاره میکند. صفت رحمت، رحمان صفتش رحمت است و چی اثری از این رحمت الله سبحانه و تعالی بر بالای بندگان می آید؟ یعنی که او سبحانه و تعالی هر کی را بخواد رحم میکند.